التماس داد. یه شب آخر جلسه ما شب جمعه توسل معلوم و مشخص. حتی من اینجور شنیدم، یعنی هست نوشتن در تاریخ، من که شنیدم که بعضی نوشتن جنازه پیغمبر هنوز دفن نشده بود، اون حادثه دم خانه علی علیه السلام اتفاق افتاد. یعنی جنازه پیغمبر رو زمین بود. توجه کنین، میگن یعنی این روایته سند معتبر تمام. شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه به سند معتبر نقل میکنه از ابن عباس و اینکه گفت پیغمبر هنگام وفاتش که رسید در اون حال دیدن شروع کرد های های گریه داره میکنه، به جوری که تو روایت داره آب دیدگانش به روی محاسن شریفش این جاری میشد، میچکید همینجور. عرض کردن یا رسول الله سبب گریه شما چیه؟ واسه چی شما گریه میکنید؟ گفت گریه میکنم برای فرزندانم و اون چرا که این امت بعد از من به اونها روا میدارن. من گفتم این رو مکرر، این یه کلیست، ما ازش میفهمیم که بچه های پیغمبر رو بعد از پیغمبر امت پیغمبر بهشون جفا خواهند کرد، چون بعد از من امت من به اونها روا میدارن. بعد در بین اینها اون حادثه اول نسبت به جگرگوشه‌اش رو مطرح کرد. میگوید کأنی به فاطمه، گویا میبینم دخترم فاطمه را که این امت به او جفا کرده باشند و او من پدر رو صدا بزنه بگه یا ابتا، احدی از این امت او رو کمک و استعانه نکنه. کی بود فاطمه گفت یا ابتا؟ میدونین این رو؟ اون موقعی بود که آمدند علی رو از خانه به مسجد ببرند. به درب خانه زهرا رسیدند، هیزم آوردند، درب خانه را آتش زدند و اون خبیث چنون لگد به این درب زد، زهرا پشت در بود، درب آتش گرفته شعله ور شده این افتاد روی زهرا سلام الله علیها. اینجا بود که زهرا صدا زد یا ابتا هاکذا یفعل بابنت.